به روز 8 عید خیلی خوش اومدین. امروز ما تصمیم گرفتیم که بریم آستارا، چون صبح بود و صبحانه هم نخورده بودیم. خودمون رو با کیک و شیر سیر کردیم. حالا من گفتم بیام امروز که تو گشت و گذارم یه کالری شماری ریزی هم انجام بدم، ببینم چقدر کالری مصرف میکنم توی عیدی که همش تو فعالیت و حرکت هستم. یه حساب سرانگشتی کردم، دیدم کیک و شیری که خوردم به عنوان صبحانه 331 کالری داشت. اینجا دیگه ما رسیدیم آستارا. آستارا غرفه است که هر چیزی که فکر کنین شما داره، از لباس بچه بگیر تا کفش و کیف و حتی گل. و از لحاظ قیمتی واقعا با تهران برابره، نمیشه گفتش که اینجا ارزون تر از تهرانه. حالا یه چیزی بهت بگم، توی آستارا یه دیزی سرا هستش به اسم بهلول. ما گشتمون شده بود دیگه رفتیم اون دیزی سرا. ببین ظاهرش مشخصه خیلی چیز خفنی نیستش، یعنی اصلا خفن نیست، قشنگ معلومه تو فیلم، اما به قدری غذاهاش خوشمزه است و انقدر معروفه که کل بازاریاشون میان اینجا. ما اینجا یه دونه دیزی سفارش دادیم، منم یه سیخ کوبیده گرفتم به خاطر اینکه فکر نمی‌کردم انقدر خوب باشه و استرس داشتم که خوشم نیاد، اینو گرفتم. دیگه بعد نهار یواش یواش راه افتادیم سمت ویلا. خیلی هم ترافیک بود، 120 کیلومتر تو راه بودیم، 11 شب رسیدیم. فوری دیگه یه دونه تابعی با پلوکته درست کردم، اینم بادمجونم بود واسه بورانی که نتیجه شد این خیلی خوشمزه بود ولی بافتش خیلی شلوول شد. کالری این ماست و بورانی با کتم 560